که اصلا دور و برش هم هیچی نبود شروع کردم بیت زدم. بیتو زدم، یه بیت خیلی خفن زدم. دو تا دوستای داداشم اومدن توی لوکیشنی که داشتم بیت میزدم، گفتن چقدر موزیک قشنگ سویل ساختی. همین که اینو به من گفتم حاجی تو وسط ساوه تو باغ داری بیت میزنی، برای کی؟ اصلا برای چی داری کار میکنی؟ خیلی ویرده تو ساوه وسط یه باغ. خب الان بیت زدی، بیت خیلی قشنگی هم زدی، برای کی زدی؟ برای چی زدی اصلا؟ خب چی تش بگم بهت قشنگه؟ خب کی استفاده کنه از این؟ همون روز گفتم جای تو اینجا نیست، باید بری از این لوکیشن. صبح میشه ما هم شبمون عزیزترینم، شبونه میرسیم بیا که فردا به خونه میرسیم. عزیزترینم، شبونه میرسیم بیا که فردا به خونه میرسیم.